آیا باورتون میشه که این تیکه گوشت در واقع با پرینتر 3 بعدی تولید شده؟ با این تکنولوژی میتونیم بدون اینکه حیوانی کشته بشه، گوشت تولید کنیم که ظاهر، بافت و طعم اون درست مثل گوشت واقعیه. این گوشت مصنوعی رو برای اولین بار یک شرکت اسرائیلی با موفقیت تولید کرد. اونها ابتدا سلول‌های بنیادی یک گاو رو میگیرن و بعد از اون تو آزمایشگاه این سلول‌ها رو داخل یک محلول غنی از مواد مغذی قرار میدن تا این سلول‌ها هر روز تکثیر بشن و وقتی به اندازه کافی رشد کردن برای پرینت آماده بشن. همچنین تکثیر سلول‌های بنیادی در طول 1 ماه انجام میشه و تولید گوشت توسط پرینتر 3 بعدی تنها 2 دقیقه طول میکشه و میشه شکل گوشت و نسبت چربی به عضله رو با کامپیوتر تغییر داد. وقتی این تیکه گوشت رو زیر میکروسکوپ ببینید، میتونین انقباض بافت‌های عضلانی رو مشاهده کنید و این نشون میده که این گوشت عملاً زنده است. اگه شما این گوشت رو بپزید و بخورید، هیچ تفاوتی با گوشت واقعی احساس نمی‌کنید. اما در حال حاضر این گوشت مصنوعی خیلی گرونه و بعیده که به زودی در داخل فروشگاه‌ها دیده بشه. نظر شما درباره این موضوع چیه؟